تیمور رحیموف ورزشکاری تاجیک در وزن با اضافه 100 کیلوگرم در چمپیونات جهان در دور اول آزاد بوده، در دور دوم با ورزشکاری کشور اسلواکیا ماریوس فیزل نیرو سنجید. بهترین نتیجه رقیب تیمور زینه سوم جام اروپا با جودو در سال 2021 بوده. در این نیروسنجی نتوانست مقابلیت شدید با ورزشکار تاجیک نشان دهد. تیمور رحیموف الکی در دقیقه یکم صاحب یک وزری شد. در کمتر از نیم دقیقه دیگر پس از یکمین وزری ورزشکار نامآور تاجیک با اجرای اصول حریف را به تخته پشت زده با امتیاز ایپان به دور سوم مسابقه راه یافت. در دور سوم نیروسنجی های چمپیونات جهان در وزن مطلق دو ورزشکاری با هم آشنا تیمور رحیموف و جوزف ترهکی فرانسوی قوه آزمودند. این دو ورزشکار همین سال در گرند اسلم انتالیا با هم رقابت کرده، آنجا تیمور در کمی بیشتر از یک دقیقه این حریفش را مغلوب کرده بود. در این نیروسنجی هم نخست دو جانب صاحب یک تای تنبیه شدند و در ادامه تیمور رحیموف در یک ضد اصول با استفاده از اصول بوغی کردن حریف را وادار به شکست نمود و رقابت را پیش از مهلت به فایده خود به انجام رسانیده به دور چهاریک نهایی چمپیونات راه یافت. رقیب دور چهاریک نهایی تیمور رحیموف کیم مین یونگ از کشور کره جنوبی بود. این دو ورزشکار هم با هم دیگر در دور تسلی بخش مسترز دوحه در سال 2021 نیرو سنجیده بودند و آنجا تیمور دست بالا شده بود و این بار هم قوه آزمایی به نفع جودوکار تاجیک به انجام رسید. تیمور از اول ابتکار را در دست داشته، پس از گذشت 1.5 دقیقه با اجرای اصول صاحب یک امتیاز وزری شد و همین برتریت را تا آخر نیروسنجی حفظ کرده توانست از سد حریف کره جنوبی خود بگذرد و به دور نیم نهایی برآید. در دور نیم نهایی تیمور رحیموف با سایتو تاتسورو از ژاپن اندر میدان رقابت شد. این دو رقیب سرسخت در گرند اسلم باکو در فینال مسابقه با هم نیرو سنجیده بودند و این بار در دور نیم نهایی دست به گریبان همدیگر شدند. تیمور در آغاز نیروسنجی به خاطر مدتی طولانی یک طرفه گرفتن یقه حریف یک تنبیه دریافت نمود. در ادامه دو جانب تلاش‌های زیاد برای کسب امتیاز از همدیگر کردند و اصول و ضد اصولها را انجام دادند، اما به خاطر کم فعالی داور میدان به هر دو جانب یک تای دیگر تنبیه در نظر گرفت. قوه آزمایی در وقت اساسی نیروسنجی غالب را معین نکرده کار به امتیاز طلایی کشیده شد. در وقت ایلوگی سایتو تاتسورو از ژاپن تلاش‌های بی ایست کردند، در حالی که تیمور مقابلیت خوب به حریف نشان میداد نگذاشت اجرای اصول انجام دهد و داور این را کم فعالی برشمرده یک تنبیه دیگر به ورزشکار تاجیک داد و سایتو به فینال این وزن رفت و تیموری تاجیک همچنان امکانی به دست آوردن نشانی چمپیونات جهان را از دست نداده بود. او برای به دست آوردن مدال برنجی چمپیونات جهان با ورزشکاری با تجربه گرجستان اندر میدان رقابت می شود. برای نشان برنجی چمپیونات جهان باز هم دو ورزشکاری با هم آشنا تیمور رحیموف و گورام توشیشویلی رقابت کردند. آنها دو بار در گرند اسلم تل آویو و یک بار در بازی‌های المپیک توکیو 2020 با هم نیرو سنجیده بودند و ورزشکار گرجی شهد پیروزی چشیده بود. گورام توشیشویلی که اشتراکچی فینال بازی المپیک توکیو 2020 می باشد، در نیم دقیقه اول رقابت با اجرای اصول توانست از جودوکار تاجیک وزری ستاند. در دقیقه دوم نیروسنجی امکانی خوب برای برابر کردن حساب در اختیار تیمور شد، ولی گورام مقاومت کرده از این حالت رها یافت. همینطور در ادامه دو جانب تلاش‌هایشان تنها یک تای دیگر تنبیه به بار آورده تا انجام نیروسنجی تیمور نتوانست وزری گورام را جبران نماید و مدال برنجی چمپیونات جهان سال 2022 به ورزشکار گرجستان اختصاص یافت. در فینال وزنی به اضافه 100 کیلوگرم باشد سایتو تاتسورو از ژاپن که راه تیمور را به فینال چمپیونات جهان بسته بود با اندی گرانده از کشور کوبا قوه آزمود. دستاورد سایتو تاتسورو تاکنون مدال طلایی گرند اسلم باکو در سال 2021 می باشد، در حالی که بهترین نتیجه های اندی گرانده این زینه های دوم چمپیونات قطعوی پان امریکا در سال 2017 و گراند پری در سال 2018 می باشد. در هر صورت اندی گرانده آغاز خوب در رقابت فینالی داشته، در دو مورد در وقت اساسی نزدیک بود صاحب وزری گردد. اما در هر صورت اندی گراندی و سایتو تاتسورو با یک تای تنبیه کار را به وقت ایلوگی یا همان امتیاز طلایی کشانیدند. وقت ایلوگی هم طول کشیدن نهایتا پس از 2.5 دقیقه نیروسنجی همچنان گرانده اندی پرتلاش بوده نگذاشت حریف کار انجام دهد و داور سیومین تنبیه را با سایتو تاتسورو داده
گراندا اندی با یکمین مدال طلاش در قهرمانی‌های جهانی جودو دست یافت و این یگانه نشان کشور کوبا در چمپیونات جهانی 2022 محسوب می شود. همین طور مدال طلای وزن مطلق را اندی گراندا با خود به کوبا میبرد و سایتو تاتسورو به عنوان نایب قهرمان جهان عاید به جودو نائل شد. نشانهای برنجی این وزن در چمپیونات جهان با گورام توشیشویلی از گرجستان و کیم مین یونگ از کشور کره جنوبی اختصاص یافتند. در هفتمین روز مسابقه همچنین مجموع مدال‌های وزن مطلق یا وزن از همه سنگین میان زنان که به اضافه 78 کیلوگرم را تشکیل می‌دهد صاحبانشان معین شدند. دیکو رومانی از فرانسه و بیاتریس سوزا از برزیل بودند که برای مدال طلای این وزن در چمپیونات جهانی سال 2022 اندر میدان رقابت شدند. دیکو رومانی امسال 2 بار به فینال گرند اسلم ها برآمده، همچنین 1 بار غالب چمپیونات جهان شده بود و توانست حریف پرقدرتش سوزا بیاتریس برزیلی را که بار دوم بود به فینال چمپیونات جهان میبراید مغلوب نماید. دیکو رومانی که صاحب مدال برنجی بازی المپیک باشد همکنون با یکمین مدال طلایش در چمپیونات جهان دست یافت. در وزن مطلق بانوان در چمپیونات جهانی سال 2022 زینه‌های سه‌م افتخاری این وزن نصیب تومیتا واکابا از کشور ژاپن و جولیا تولوفوا از فرانسه گردیده. دیکو رومانی فرانسوی عنوان قهرمانی جهان را به خود اختصاص داده، سوزا بیاتریس برزیلی به نایب قهرمانی اکتفا کرد. همینطور پس از 7 روز رقابت‌های انفرادی چمپیونات جهان، کشور ژاپن با 12 مدال، 5 طلا، 4 نقره و 3 برنجی در زینه اول، منتخب برزیل با 2 طلا و 1 تای نقره و برنجی در زینه دوم قرار گرفته. کشور ازبکستان با 2 طلا خود را در سگانه برتر جهان قرار داد. در 10 گانه بهترین باشد همچنین کشورهای مغولستان، خرواتیا، گرجستان، فرانسه، کوبا، کانادا و ایتالیا قرار گرفتند.